پسر سامسون خیلی خوش میاد. حساب جدید خریدم. یس بخرم. داداشون گفت بیا همین الان ساعت تقریبا 11 گفت دیگه تا بزن دیگه منم رفتم تا بریم برای شروع ویدیو. اول چی که داره خفن داره این ادیت ساده، ادیت دوزریایی داره، ادیت دوزریایی این ست که من خیلی دوستش دارم اینم داره، اینم ستشو کلن داره. خلاصه خیلی اکانت خوبه. اینا خب خودم داشتم خرسم موقعی که خودشون من یادم رفت بزنم و دیگه چیزای دیگه که نمیم ستشو آره تقریبا میشه گفت ستشو داره. اصل جای کارشو درسته من اکانت قبلی بالزنم بیشتر این بود ولی این ستای با ارزش تری دارن. جم خورده روش. این ست هم داره. این ست این ست نبود نه پول ببخشید این ست ما جمی بود مال متین میزش اوکی من برم این ست قبلی برای این ست خفن بزنم و اینو با اینو و اینو نمیشه ست زد با اینو نمیشه براتون بزنم این با این در پای سه تا شاخ بخوایم بزنم اینو با این بزنم و با اینو میشه ولی با این بهتر از نظر خودم اینو میشه زد ولی این بهتره ولی من فعلا نه. این دو زریایی هم روش میذارم. اینم کلاهش خب اینم خیلی ستاش تو خدای نسبت دنساش دو تا دنس داره که من نداشتم. اینم وقتیه این مثل شلتا میبارم باش بیتونم یکم این دنسه بودو یکی هم این دنس دیگه اون اکانت هم که خواستیم اد بدین اد ندین دیگه. اون اکانت مال من این سراغ کیفاش که این کیفو داره این مال گیلدو داره کودی اومده بود داره ولی شدم نمیاد معرفی کنم هیرو بود جمعی که بیدن پیدا این نمیدونم چی بود نکنید این کیف همون دوزاری هم داره یعنی نگذاشتم این شطراشه اینم اسکین قبلاشه که از نظر من که بهتر اینم اسکین قبلاشونه قدرت رو گذاشتم اینم اسکین ماشین و اینا پروفایلش که خیلی خوبه. این یکی مال ازدواج کرده چی میگی مال ازدواج حاجی مسترم رفته پشما سیزن چندم از این خیلی خفن دوستش دارم. این 25 رو خیلی دوست داشته باشم که دارم الان دیگه. این و این نارو خیلی درستم معمولی ولی شاخه میذارم پایینم باشه من که اینو بذارم روش و اینو بذارم ولی من اینو بذارم اینو از اینجا. خب کارتاشم اینجا دونه اینا داره. سنگ اصلا نداره یا داره نه نداره اصلا سنگو ولش کن. چیز دیگه بخوام بگم خلاصه پروفایل دارم بگم برای level 51 این توضیح میدم و اینم آجیه 63 73 210 484. لیتس گو. برو بریم برای اول چی افاتبیاتو داره که خیلی خوبه. انفور خوب تقریبا بهترین انفور بازیه. این M60 مال اینکوباتور قرار بود فکر کنم این دیزایت فش بشه نمیدونم میدونم کجا بودن فش یادم نمیاد. این بوم این چند تا بوم از رزم بهتره. این جسد طبیعت یعنی مکتوبی که اومده یه اسمای
پیش خیلی قوی نیست ولی اوکیه. با این پی 5 نمیدونم مال کجا بود، یا مال همون ایونت روز دریایی بود. خیلی قوی نمیدونم به این چی بگم. اینه فکر کنم مایتابش بود. آره دیگه. این یخ هم داره، خیلی خفنه خدایش یخه. تیراگون به این رو باید نشون رفیق هم بدن. عاشق اینه. خب باید این اسکین 61 اسکین داره که قبل یادم نمیاد به خدا چند تا اسکین داشت. یه روزا اینجا داره و اینم هست. که اینو گذاشتم چون این خوشگل‌تر. بعد پاورای اینو میزنم، مثلا اینو میزنم به ای، اینو میزنم به ای، پاورا به ای، مشتم قطعش کنم. اینو نشون دادم. نمیدونم اینم خب ساعت تیرش رو هم 60. من پیش خود گفتم خیلی قوی نیست. و اینم این نمیدونم چیه. اینو دانلود کنم. دانلود نمیشه. نه دانلود شده که این و این. نه که تایمر ولش کنم. این که بهتره. زاین این و این دوتا، این اسکین های M10 دیگه. آره M10 خاصی نداره. این اسپاس هم چیز خاصی نداره. شادگان دول هم که خودم را که قدیم داشتمش. دراگونش خیلی خوبه. دراگون اسنایپرش که مهمترین بخششه که خدای خوبه نسبت به گالری اکانتم خودم خیلی بهتره. دیزرت فش که اگه خودم داشتیم دیزرت خودم چکارش میکنم. وقتی لازم فکر کردم این وقت این داره ولی بهتره. این با این اسکین شمشیر، دوتا شاتوری محمد. اسکین مش نداره. اسکین باباش 8 تا، اسکین یخم 4 تا. خلاصه کانت خیلی خفنیه بگم براتون. و رنگاش هم که بعدش خرابه ولی ایوی نداره میبریمش بارم. لازم باید رنگاش کنم. نت قوی ایران برم. این جیب مستر طرف چیز مستر. ها اوکی. دوتا مستر داره که چیز تا حالا باش لون wolf اس نکم. نه لون wolf یه مچ باش رفتم اما این تمرین بهش چی میگن نمیدونم. این هنوز نرفتم. بچه باید لسکو بریم یه بار این تمرینی هم تست کنیم و دیگه اکانت جدید خدایش خیلی خوب. ماشوش سلطان چه سنده. خب سنایپ کردم میدونم الان فعلا. خب سریع گانای دیگه رو تست کنم. خب گاناش ماشاءالله گانای خوبیه دوستشون دارم ولی اصلا بچه به این نداره. من خودم هم کمی که نه واقعا بازی میدیم ولی نمیشه چه گفت. من کل گانا گذاشتم که کلا اسنایپ میزنم چه کلش رنکت. خب اصلا نمیخورم میبینید پشمام خورد. اصلا نمیخورم. بابا وکن شو پینگم بس که بالاست. باش وایسادی شماره 11 تا کل فشار میده.
خلاصه دیگه خیلی خفنه از نظر من، که از شما که میدونم ماد خاصی نیست، ولی از نظر من که خیلی. اینم اگه قبلیمه که الان داره حساب جدیدش روش پلی میده. 5 تا کیلوی طرف 5 تا جمعش میشه 10. یکی 4 تا 4 تا 8 تا 2 تا رو دیگه میگیرم بتونم بهش برسم. این 2 تا تموم بهش رسیدم. البته اون کلشش میکنه هیرو تموم دیگه. اون یه دونه اکانتش مرتضی توی گیلد خودم فعلا نیستم. گیلد خودم هم حالا جورش میکنیم و فعلا تا اینا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو با ما همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نکنید و تا یه ویدیو دیگه بدرود.